استفاده ثمراناک زمین باعث می‌گردد که ساکنان با محصولات کشاورزی خودی تامین باشند. این تجربه را ساکنان ناحیه اش نیز خوب درک کرده زمین‌های در اختیار داشتهشان را مقصدناک استفاده می‌نمایند. گزارش همکاران ما. ساکنان جماعت‌های ناحیه اشت قطعه‌های وابسته شده را یعنی زمین‌های خواجگی یاری رسان را ثمرناک استفاده برده بازارها را با محصولات تر و تازه استحصال خودی تامین می‌نمایند. مثلا اهل کارمندان و آموزگاران مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه کسبی تکنیکی ناحیه دارای بیش از 17 هکتار چنین زمین میباشند که در آن باغ زردآلو تشکیل کرده شده است. با مقصد ثمرناک و درست استفاده گردیدن این زمین‌ها مسئولین همساله نشأه‌نمای درختان را زیر نظارت گرفته مرحله به مرحله به جای درختان کهنه درختان نو میشنانند. چقدر در ما باغداری تاک پروری و سایبات شرایط مردم بهتر میشد. البته زیاد از 25 هکتار زمین‌های خواجگی یاری رسان که در موازنه مؤسسه تعلیمی لیسه کسبی تکنیکی صنعتی کشاورزی ناحیه اشت واگذار است امروز در بنیاد باغ نوکشت و استحصال غله جواری مکه و ماش و استحصال خاشاک چاروا استفاده می‌گردد. یکی از طلبات‌های مهم تامین امنیتی عضوقواری در دایره تطبیق دستور و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام الرحمن این مقصدناک و باثمر استفاده نمودن هر یک وجب زمین به حساب می‌رود. مطابق با چینکی گذرانده شده در جماعت‌های دهاتی ناحیه اشت معین کرده شد که امروز زمین‌های تمام نوع شکل خواجگیداری ثمرناک استفاده گردیده میدان باغات 18000 هکتار را تشکیل می‌دهد و از این 9000 هکتار میوه دهنده میباشد. امروز از طرف ساکنان ناحیه در اطراف در نوع جماعت شریک دهات 724 هکتار زمین‌های خواجگی رسان را شهروندان مقصدناک استفاده برده هستند که برای تامین امنیت عضوقواری این یک نقشی خوب دارد. اگر سال 2019 زمین‌های خالی مانده در حدود ناحیه اشت 334 هکتار بود امروز آن 227 هکتار باقی مانده است. یعنی سال جاری 107 هکتار زمین‌ها به گردش کشاورزی وارد کرده شده است. میدان زمین‌های به گردش کشاورزی وارد شونده و استفاده درست زمین‌های یاری رسان برای افزون نمودن حجم استحصال محصولات کشاورزی مساعدت می‌کند. مستانه محیدی لازاده، سیدالله رحیمов برای برنامه اخبار از ناحیه اشت.